تخم را کوتر میکنیم. یه غشای سفید رنگ کلفتی روی تخم را گرفته که نمیذاره تخم گذاری انجام بشه. از طریق این منافذی که ما اینجا داریم روی تخم ایجاد میکنیم تخم گذاری انجام میشه. ببینید چقدر مایع داخل این داره تخلیه میشه. یه دونه اینجا براش بزنیم. کیسا در تخلیه میشه. مقدار زیادی مایع داخل این کیسا هست. خب بریم طرف نامورده. این تخم مشاهده بکنید. این تخم پولیکیستیک هست. این قسمت هایی که میبینید این قسمت های کیست های متعددی هست که نتونسته تخم گذاری بکنه. معمولا بعد از این حرکت که ما میکنیم 85% شانس حاملگی بالا میره. این تخم پولیکیستیک هستش.